این کیت ستاپ لایو وایوزن دسکتاپه. به طور خلاصه بهتون اجازه میده که یه سیستم ضبط ویدیو یا لایو استریم خیلی جمع و جور روی میزتون داشته باشید و اینطوری بهره‌وری لایو استریم یا تولید محتواتون خیلی بالاتر بره. سلام پذیرا باشید از بلژیک، سرزمین آبجو، سیب زمینی سرخ کرده و شکلات. و البته بچه جیشو. صبح، ظهر، عصر یا شبتون بخیر. هر ساعتی از شب و روزی که برای دیدن این ویدیو به من ملحق شدید خوش اومدید. برای اونایی که من نمیشناسن، من نبی هستم و اینجا کانال نبی هابه، جایی که قراره کلی اتفاقای باحال بیفته. قبل از اینکه این محصول رو بهتون معرفی بکنم، میخوام یه یوتیوبری رو بهتون معرفی بکنم که به نظر من ایده پرداز اصلی این محصول بود. ایشون کیلب پایک از کانال DSLR ویدیو شوترن که حدود 11 سال تو یوتیوب فعالیت داره و محتوای ویدیویی تولید میکنه. چند وقت پیش این ویدیو رو ساخت و با ترکیب کردن چند تا پایه نگهدارنده مانیتور و چند تا تغییر خلاقانه یه ستاپ رومیزی برای استودیوی یوتیوب ساخت که به شدت مورد علاقه بقیه یوتیوبرها قرار گرفت و شروع کردن مشابهش رو ساختن. اما چند ماه بعد کمپانی وایوزن محصولی رو به بازار عرضه کرد که در واقع سیستم بهینه و بهبود یافته ایده اولیه کیلب بود. حالا که کمی با بک‌گراند ایده اولیه این محصول آشنا شدید و فهمیدید که چطور یه یوتیوبر تو استودیو یوتیوب خودش ایده اولیه این محصول رو پرورش داد و نهایتاً به خلق این محصول بی‌نظیر ختم شد، بهتره بریم یه نگاهی بهش بندازیم و ببینیم چه امکاناتی رو برای ما به ارمغان میاره. این محصول توی جعبه خیلی ساده ولی با وزن خیلی زیاد میاد. اسم کمپانی وایوزن و کد محصول ZB2. من معمولا محصولاتمو از شرکت‌های آمازون نزدیک بلژیک مثل آمازون هلند، آمازون آلمان و آمازون فرانسه تهیه میکنم. قیمت اصلی این محصول توی آمریکا $140. اما من مجبور شدم از آمازون هلند به قیمت بالاتر 270 یورو بخرم. اگر میخواستم همین محصول از آمریکا سفارش بدم، به دلیل وزن بالای بسته و گمرک ورودی به اتحادیه اروپا برام خیلی بیشتر از 270 یورو در میومد. پس در نتیجه قیمت 270 یوروی آمازون هلند رو پذیرفتم، گرچه به نسبت قیمت اولیش که $140 خیلی بیشتره، اما به دلیل کارایی خوبی که داشت مجبور شدم این اضافه بها رو پرداخت بکنم. مطمئن نیستم که این محصول تو ایران باشه یا نه، ولی یکی از دوستام گفت دیجیکالا یه محصولی مشابه این داره که اگر بتونم لینک اون محصول رو پیدا بکنم براتون میذارم. اولین کاری که بعد انجام میدادم بیرون آوردن این قطعات سنگین از داخل جعبه بود.
نصب این استند چند کاره به طور غیر منتظره‌ای راحت بود. خیلی تحت تاثیر کیفیت ساخت قطعات قرار گرفتم. بیشتر قطعاتش فلزی هستن و به نظر میرسه برای طراحی و ساخت اجزای مختلف به خوبی فکر شده. همه اجزا روی ستون اصلی سوار میشن که خود این ستون با یک بیس پهن و با 2 تا بست پیچی به زیر صفحه میز محکم میشه. 4 تا بازوی اصلی داره که به این ستون وصل میشن. یکی از این بازوها اتصالی داره که میشه روش لپتاپ گذاشت. و یا میتونید این اتصال که اسمش اتصال ویساس رو نصب بکنید و مانیتورتون رو روی اون بازو ببندید. 2 بازوی بعدی سرپیچ استانداردی داره که میتونید روش دوربین، بالهد، نور و تقریبا هر قطعه استاندارد مربوط به فیلمبرداری رو ببندید. نهایتاً یه اتصال برای نصب بوم میکروفون دارید که البته بوم میکروفون هم همراه این کیت هست. کاور کابل داره که برای پوشوندن کابل ها و داشتن ظاهری تر و تمیز و مرتب عالیه. یه عالمه اکسسوری‌های جور و جور همراه این کیت هست، مثل نگهدارنده موبایل، نگهدارنده تبلت، 2 تا بالهد، بستای ولکرو واسه مرتب کردن کابل و یه مینی رایزر برای اینکه اگه بخواید ارتفاع دوربین یا نور رو بالاتر بیارید. گرچه همراه این کیت میکروفون نمیاد، اما یک نگهدارنده میکروفون‌های دسته‌ای داره که گاهن دیدید خواننده ها روی سن از اون نوع میکروفون ها استفاده میکنن. من بهش میگم میکروفون گوشکوبی. به نظر من اون نوع میکروفون ها گرچه ممکنه صدای خیلی خوبی داشته باشن، ولی برای ویدیو یوتیوب مناسب نیستن و شکل ظاهرشون خوب نیست. اما خوبیش اینه که شما میتونید اون نگهدارنده رو باز بکنید و سرپیچ استانداردی داره که میتونید میکروفون خودتون یا پایه نگهدارنده میکروفون خودتون رو بهش ببندید. من قصد دارم از این ستاپ برای لایو استریم هم استفاده بکنم. در نتیجه میخوام که از میکروفون موو VX10 خودم روش استفاده بکنم. برای این کار لازمه که یه پیچ تبدیل تهیه بکنم که موقع ضبط این ویدیو هنوز تهیه نکردم. تبدیل این پیچ اصطلاحاً 3/8 اینچ به 1/4 اینچه. همچنین تو عکسای تبلیغاتی این محصول میبینید که یه ستاپ گیمینگ رو به تصویر کشیده که تو اون میکروفون‌هایی با دیافرام بزرگ خیلی دور از دهن گیمر نصب شده که الزاما بهترین ستاپ برای صدای خوب نیست. میکروفون من موو VX10. میکروفون‌های مشابه من یکی میکروفون رود ویدیو مایکروه، یکی هم بویا BY-MM1. میکروفون جوری قرار میدم که دقیقاً خارج از فریم و کادر من قرار بگیره و جهت میکروفون به سمت سینه من باشه. به تجربه به من ثابت شده که اگر جهت میکروفون به سمت سینه‌ام باشه صدای بهتری ضبط میشه تا جهتش مستقیما به سمت دهنم باشه. برای نصب میکروفون روی این بوم آرم به کابل اضافه هم احتیاج دارید. من 3 متر کابل اضافه برای اتصال میکروفون به سیستم کامپیوترم تهیه کردم. و چیزی که خیلی خوبه اینه که این بازوها روکش مخفی کننده کابل دارن و همچنین این کابل از پشت ستون میتونه عبور بکنه و با ولکرو بسته بشه. درش از نظر ظاهری سیستم خیلی ترتمیز دارید. در مورد نوری که همراه با این سیستم میاد، باید بگم قطعا بهترین نوری نیستش که میتونه برای تولید محتوا ازش استفاده بکنید، اما برای شروع خیلی خوبه. گرچه به راحتی میتونید این پیچ رو باز بکنید و نور حرفه‌ای تری روش ببندید. اگر این نور نزدیک به صورتتون باشه کیفیت خوبی میده، اما شدتش اونقدری نیست که بتونید از صورتتون دورش بکنید. مزیتی که این نور داره اینه که با کابل USB وصل میشه. شما میتونید به PC تون وصل کنید، به لپتاپتون وصل کنید، به کلگی شارژرتون وصل بکنید، یا مثل من که الان به پاور بانک وصلش کردم به صورت پورتابل ازش استفاده بکنید. این نوری که همراهش میاد دیمر داره، یعنی شما میتونید شدت نور رو کم و زیاد بکنید. تو 3 رنگ آفتابی، مهتابی و ترکیب آفتابی و مهتابی قابل تغییره. خب میرسیم به بخش نتیجه گیری. نظر نهایی من اینه که با توجه به قیمتی که پرداخت میکنید یه ستاپ عالی و جمع و جور دریافت میکنید. کیفیت قطعاتش عالیه، بیشتر اجزاش از فلز با کیفیت ساخته شده. یه عالمه اکسسوری همراهش میاد که به وسیله اونا میتونید از دوربین DSLR، موبایل، تبلت، اکشن کامرا و یا خیلی چیزای دیگر رو اون وصل بکنید و یه استیشن کاری جمع و جور و ثابت داشته باشید. چیزی که به نظر من مزیت بزرگ این سیستمه اینه که یک بار همه چیز رو تنظیم میکنید و دیگه آماده اید که هر موقع یه ایده خلاقانه به ذهنتون رسید فقط دکمه رکورد رو بزنید، اون رو ضبط کنید و بفرستید روی یوتیوب و یا هر لحظه آماده اید که برید لایو استریم. و این ستاپ به کار تولید محتواتون سرعت قابل توجهی میده.
امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید که اگر اینطوره لطفاً ویدیو رو لایک کنید، لطفاً نظرتون رو راجع به این محصول برام تو قسمت کامنت بنویسید. سابسکرایب رو فراموش نکنید. اون دکمه زنگوله بغلش هم بزنید که هر موقع ویدیو منتشر کردم شما اولین نفری باشید که باخبر میشید. در انتها یوتیوب 2 تا ویدیو بهتون نشون میده که پیشنهاد میکنم برای ویدیوی بعدی یکی از این 2 تا رو انتخاب بکنید. بخندید و شاد باشید که بهترین چیزی که داریم. تا ویدیوی بعدی بی‌صبرانه منتظر دیدنتون خواهم بود. بدرود.